در جمهوری آلمان یک رساله عالم تاجیک پروفسور دکتر علوم حقوقشناس شاکرجان حکیمو با نام کانستیتوسیونالیسم تاجیک نظریه و متدولوژیا به نشر رسید. در این کتاب مشکلات تشکل ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان همچون پدیده حقوقی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف جنبه‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی و فرهنگی ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان را به تحلیل کشیده، خیلی دقیق نظرانه معلومات‌های ضروری را در این رساله جمع‌آوری نموده است. این رساله برای حقوقشناسان، سیاستشناسان، دانشجویان، محققان و پروفسوران دانشگاه اینچنین به خوانندگان عمومی پیشنهاد می شود. یادآور می شویم که حکیموف شاکرجان مؤلف 6 برنامه تعلیمی، 12 کتاب درسی و بیش از 80 مقاله های علمی به شمار می رود. کتاب نوبتی من با زبان روسی ولی طبق قرارداد ترجمه آن به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی نیز در نظر است. کانستیتوسیونالیسم تاجیک نظریه و متدولوژیا نشر شد. ماهیت این کتاب در آن است که با در نظر داشت تجربه جهانی و تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی، پیدایش کانستیتوسیون در تاجیکستان و تشکل آن همچون قانون اساسی، مسائل مورد عملی آن در رابطه با اراده سیاسی، وضع اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و دیگر برخوردها بررسی شده است. باید ذکر نمود که برای نوشتن آن هم جسارت علمی و هم یک تشبث شهروندی لازم بود، زیرا که ضرورت در میان آمده است که امروز و مسئله‌های تطبیق اصول تجزیه حاکمیت دولتی، رعایت حقوق آزادی انسان و شهروند، ایجاد شدن حاکمیت، از رأی ملت وابسته بودن حاکمیت، بنیاد دولت معاصر که از ارزش‌های کانستیتوسیون تاجیکستان برمی‌آید بنویسیم. علمان ساحه فلسفه اجتماعی، سیاست شناسی، حقوق سیاسی، اینچنین فعالان جامعه شهروندی، رهبریت احزاب سیاسی، هر کسی که روندهای اجتماعی سیاسی را می‌خواهد